خیلی از زمینای خشک اطرافمون مخصوصا تو دره ها در حدود 1 متری که چشمه خیلی قشنگ قرار داره که میخوایم اون روز یکی از اونا رو پیدا کنیم. در جستجوی آب اینجا همون جایی که میخواد چشمه آب پیدا بشه. بعد از حدود 1 ساعت کندکاری رسیدیم به قسمت خش داستان. بزن بنازم. خب الحمدلله. الحمدلله شکر خیر. رگه چشمه آب که زیر زمین. چند سال حیوانات و پرندگان اینجا تو این دره آب نخوردن. فردا که بیان با این صحنه جدید مواجه میشن. این آب هم بعد یه مدت زمان کوتاهی تمیز میشه. یه آب باشه. سنگ اونجا بذاریم یک و بس. نه که نه بودی مفتی